طالب جون چای گفته بودم تو چیکار کردی؟ این آزی و بیار چای بیار اینجا دایی یک خنده تو زن بچم طالب جان بچم گوش کن نمی حاضر برام هم مالای در خانه بدگیری یه بار نگاه کن اویش به علف باشه علف بوده اویش که او خوردگی نیست یا چیکا او بوده شونه فهمیدی بچم بدوا کن ای صدقه تالیک بابا عبدالرحیم بابا عبدالرحیم آنها طالب طالب جان اینجا بیا نشی بچم همین در رو کک برام یک کس فیران دارو که چی میگفته باشه کی باشه در رو کک بفهم بدو ها اینو رفته که اکاد میرالی ای خدمت مکتوب روی کرده اوتا دخونه دخونه ما گونه کرده بر دست شده رحمت میشه یا پیاله چوره دیر رحمت میریم دیر شده کرد رحمت اوتا آنو بود چی گفتی اکی میرالی مکتوب روی کرده مکتوب؟ اکد روی کرده در بوی دستات جانونه جمعه خیریت این چند ماه شده بود چند ماه شد خط رای نکرده توبه کردم خیریت یادی ما را میکردی یا نه خوب بخوانی رو بچم اوتا آخی من خونده نمیتونم توبه کردم تو صرفی چند نخوانی دو ای طالب جانه برو همو محمد سعید فیرا کن بیایا من نه که تز بیا بگو من السلام علیکم بابا عبدالرحیم بیا محمد سعید جان بیا سازی تینجی مصطفید بردمی سلامتی و نرزه همجا بشین آنجا بشی جوراب بشی تا بشی خیلی مصطفید شکر چا کردی؟ این روز با در خانه خیلی این سهر یگان زکس ناومد نه یعنی همه حاضی خودشون پودشون خودشون میبرن وای چا کردی؟ آره اکو این روزش نه ای 5 سامانی ماندم بگو ای خیر رزقی مرا خدای تعالی خودش میتیه انشالله ها مصطفید محمد سعید جانه ها انا همین میرالی بچم ای خدمت یه مکتوب نوشته رایی کرده جونه اگه خیلی خودت وضعیت های مرا میفهمی خونده نمیتونی خونده نتونیستم جورا همین را بخون ما گوش کنم بخون جورا همین را بخون از نوشتگی این روز میگی کمی پرشو بخون از نه بابا عبدالرحیم انا با چی پیشید ها بابا عبدالرحیم الهام جان بیا بچه بیا اکای سعید هم همی جای کو؟ این پداوانی نباشی بلای امرو الهام جان نغزی سوز بابی چی خیلی؟ الهام جان نغزی شکر کدمن تا نوش کسایی کرد آوردم بابی نوش کسایی آخه؟ هزار رحمت اینا بی بیو خیلی پرتو همسو پرتو اینا اینجا بیا الهام جان جا بیا همین مکتوبی بچه مصطفید های میرالی جان ایمو مکتوب نوشته انا این شنمدون ایش از گوش که بابای عبدالرحیم نه بای من که خونده میتونستم همین دروی لایده میگشتم خوب ای بابا ما بگی من نمیتونم ای هزار رحمت بابی جان اینا صحت آورد ما با یگان تحقیر ما نکنی مالش من رفتم با بیا چای میخوام مالش من رفتم بعدی از بابای عبدالرحیم بگو همه بچه بیسواد داوخ اینه بین همه رنگ مرغ سون کردگی نوشته اینه خونده هم نمیشه
محمد سید جانه والله بای او همون بچه فقط توصیف دو را خونده من کجا باید نوشته بود پانه و همین بچه را گفتم محمد سید جان گفتم که میرالی جانه بخون مکتبه صاحب علم شو آخی پدر آخی بلوک قلم عقلا نام یافته بخون انا که یه روز کاری او را بین نخون اگه نه این همی قطع بچه گلوف در یک اینستیتوت میخوند انا همین خیل محمد سید جان نخون گب من نگرفت انا این روز یک مکتوب نوشته نمیتونه کن ای موسفید همین مکتوبی خودت خوندن در کنه؟ خوندن در کنه بچه دروی کرده گیرم خوندن در کن جورا همون دارخونه و کو ریون ها یک تا بچه ای شهر آمدگی عبدالله امورا میشه میدانم انمو عبدالله تمام چیز او برین میخونه بیا بریم همون جا همون بخونه امو تکله او مایله بیا کس ایسا ما نکن گناهگار نکن آخه هیچ گرمه مورم خدا به سین و سالی تو برسونه میگیم نکن بیا آزی راسوز ما همین روز میگم تیاق نگیرم مرا بگی نه که همین تیاق تو جونه هر دو مادم بسه ای آخه کن من برای افای میگیرم چی برای السلام علیکم حکی و علیکم السلام مرا شناختی حکی عبدالله محمد سید جان عبدالله جان نه عبدالرحیم بابای عبدالرحیم من خطا نغز میشناسم همچون یک آدمی بساواتی بتمیز رحمت اکای عبدالله یک خدمت های بجان دل من همینجا کدام نمودی دورو اینه همین خدمت بابای عبدالرحیم همین را بین امورا بینه همین را بین مک ساعت این موکالتی آها در یک روز 3 مرتبه